الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. این حلقه هفتم ما هست از درس شیعه شناسی و رافضه شناسی. در این حلقه ما به شما اصول دینی رافضه را بیان میکنیم و الله سبحانه و تعالی ان شاء الله اگر فرصت داد در مسئله توحید ربوبیت در نزد رافضه کمی صحبت خواهیم کرد. البته عقیده رافضه را نسبت قرآن و نسبت سنت گوش کردید و فهمیدید که اونها چگونه عقیده نسبت قرآن و سنت دارند. و بعد از این بزرگترین مسئله دینی این اصول دین است. در نزد اهل سنت و الجماعت آموختن اصول دین به هر یک نفر که مکلف است و به بلاغت رسیده است و عاقل است و مجنون نیست، خواه زن باشد خواه مرد، واجب است. کسی که به سن 15 ساله رسیده است یا پیش از اون احتلام دیده است، عموما به بلاغت رسیده است، بعد از به بلاغت رسیدن آموختن اصول دین به هر یک فرد مسلمان واجب است. واجب به معنای فرض است. فرض و واجب در نزد اهل سنت و جماعت همه یک معنی دارند، در نزد علمای جمهور علمای اهل سنت و جماعت. پس اصول دین برادران عزیزم بارک الله فیکم در نزد اهل سنت و جماعت سه تاست: معرفت الله و معرفت النبی صلی الله علیه و سلم و معرفت دین الاسلامی بالادله. شناخت الله در ربوبیتش. ربوبیت یعنی توحید ربوبیت، یگانگی الله رب العزت و الجلال در آفرینیش و در خلق و در رزق و در این اداره کردن کون، که در همه این حالت ها الله یگانه است، یگانه رزق می دهد و یگانه خلق کرده است، که مسئله بیان این موضوع در حلقه توحید است ان شاء الله. و توحید الوهیت، یگانه دانستن الله رب العزت و الجلال در عبادت، به مانند این که بنده عبادت را تنها به الله انجام بدهد، از نمازش، روزه‌اش، ذبح، پرسش و دعا، سجده و غیره. هر کسی که بغیر الله این چیزها را انجام میدهد مشرک شده است و کافر شده است. و این چنین توحید اسما و صفات، یگانگی الله رب العزت و الجلال در نامهایش و صفتهایش. هیچ کسی به نامهای الله رب العزت و الجلال و به صفتهایش همراه و شریک شده نمیتواند، به اون نامها و صفتهایی که به معنای پره به الله داده ایم. و این شناخت الله بود و این اصل اساسی دین ما و اصل اول دین ما است که هر یکی من شما باید بدانیم. و اصل دوم دین ما این شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که کی تولد شدند و در مکه چگونه دعوت کردند و کی مبعوث شدند و کی هجرت کردند و مقصد از مبعوث شدنشان چی بود، به خاطر زنده کردن به خاطر زنده کردن کدام توحید آمده اند و وظیفه رسول الله چی بود، معجزه‌شان چی بود و مقصد رسول الله چی بود و دین رسول الله چگونه است. از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با خبر شدن است، که البته این هم فرض است. و سومین اصول دین اهل سنت و جماعت این شناختن دین است. شناختن دین یعنی سه چیز: اسلام، ایمان، احسان. اسلام 5 رکن دارد: لا اله الا الله، نماز، روزه، حج و زکات. شناختن این مسائل، هر کسی که به حج میرود شناختن حج، هر کسی که زکات داره شناختن مسئله فهمیدن زکات. و بعد از این ایمان که از همه مهمش کرد به هر یک انسان مسلمان، ایمان آوردن به الله، به
کتابش، به رسولش، به ملائکه هاش، به تقدیر نیکی و بدی و به روز قیامت، که ایمان این 6 چیز می باشد. و بعد از این احسان، بارک الله فیکم. و البته این مسئله رو من برای شما بیان کردم در این حلقه شیعه شناسی، رافضه شناسی، برای اینکه به یک تأسف زیاد امروز اکثر مسلمان ها از اصل دین خود بیخبرند، در حالتی که آموختنش فرض است. هر کسی که اصل دین خود را نمیداند، هم در این دنیا خوار و زار است و هم در درون قبر خوار و زار خواهد شد، زیرا در درون قبر از این 3 سوال پرسیده خواهد شد: من ربک و من نبیک و ما دینک. رب تو کی بود و رب تو کی هست؟ دین تو چی هست و نبی تو کی هست؟ هر کسی که در این دنیا فهمید و شناخت و اعتقاد کرد و عمل کرد، در قبرش خوب و زیبا و با شجاعت نترسیده جواب خواهد داد. اما کسی که در این دنیا اهتمامی نداد، پروایی نکرد، نآموخت، پس زندگیش بیهوده گذشته است و در قبر شرمنده خواهد شد. پس برادران و خواهران عزیزم، اصل دین خود را بیاموزید، چرا که بعد از آموختن اصل دین خود شما می توانید که اصلی باطل بودن دیگر فرقه ها را بفهمید. پس اصل دین رافضه کجا هست؟ اصل دینی ما گفتیم 3 تا است: شناخت الله، شناخت رسول الله و شناخت دین. اما اصل دین در نزد رافضه شیعه امامیه، 12 امامیه که امروز مرکزش قرن شیطانیش در ایران و در شهر قم هست و رهبرش این لعین خامنه‌ای، الله لعنتش کنند، می باشد، این 4 تاست. اصل دین در نزد رافضه 4 تاست: توحید، اصل یکم توحید، اصل دوم عدل، اصل سوم نبوت و اصل 4م امامت می باشد. و توحید، عدل و نبوت را پیش از امامت گذاشته اند. امامت را 4مینش ذکر میکنند. امامه 4مینش است، اما وقتی که به کتاب‌های اونها نگاه میکنید، امامت، ایمان آوردن به امامت، اعتقاد کردن به امامت در اصل اول میستد، پیش از توحید و پیش از عدل و پیش از نبوت میستد. لیکن ان شاء الله ما این را در حلقه آینده بیان میکنیم. و این چنین این رافضه ها در توحید، یعنی اصل اولشون که توحید است، میگویند توحید این نابود کردن صفات های الله است، برای اینکه رافضه ها صفات های الله رب العزت و الجلال را قبول ندارند که در حلقه های آینده بیان میکنیم. بسیار نام های الله را قبول ندارند، صفات های الله را قبول ندارند، اما وقتی که یک غزل میخوانند و در اونجا الله رحمان و رحیم و دیگر صفات های الله را یک غزل کردند و نشید کرده اند و این رافضه ها برآورده اند، امروز بسیاری بیچاره های جاهل اهل سنت و جماعت گمان میکنند که اونها 99 نام الله را میخواند، نشید کرده است، چقدر زیبا است، و نفهمیده ندانسته رافضه ها را برادر میخوانند. اعوذ بالله من ذلک. برادرم و خواهر بزرگوارم، اونها نام های الله را به من و شما میخوانند تا که من و شما را فریب بدهند، اما در اصل وقتی که نگاه میکنید نام های الله رب العزت و الجلال را اونها معنا یا دیگر میدهند، یا که میگویند که این نام های الله معنی ندارد مثل معتزله ها، و بسیار نام ها را، صفات هایش را، همه این نام های الله رب العزت و الجلال صفات هایش را نابود میکنند، رد میکنند. یعنی نام های الله را همچنین یک کلمه خشک و بی معنا میدانند، که البته ما در این مسئله حلقه خاصی را به شما بیان خواهیم کرد. و این رافضه ها در قسم توحید میگویند که قرآن مخلوق است، حالا که امامان اهل سنت و الجماعت میگوییم، البته امامان اهل سنت و الجماعت میگویند که ما طالب علمان از نام علما به شما نقل میکنیم، این است که کسی که قرآن را مخلوق گفت این کافر است. من اعتقد ان القرآن مخلوق فهو کافر. شیخ امام احمد رحمت الله علیه میگه هر کسی که اعتقاد کرد که قرآن مخلوق است این کافر است. البته در حالت غیر معذور بگوید، از سبب مجبوری این در همه حالت دیگر چیز است. و این چنین رافضه ها اعتقاد دارد که الله رب العزت و الجلال
در روز آخرت دیده نخواهد شد. رافضه ها میگن که الله دیده نمی شود. انا این توحید اونهاست. یعنی ببینید توحید اونها چی است. نه نام الله را قبول دارند، نه قرآن را قبول دارند و نه دیدن الله رب العزت و الجلال را. اونها میگن که الله هیچگاه دیده نمی شود. البته ما میگیم که رافضه ها هیچگاه الله را نمی بینند. وقتی که به این عقیده پلیدشون وفات میکنند و توبه نکرده میروند، خودشون و نصرت دهندگان و شاگردانشون الله را نمی بینند. اما همچون عقیده این کفر است و این چونین در مسئله عدل، اصل دومی دین اونها عدل است. در مسئله عدل میگن که قدر دروغ است. یعنی رافضه ها به تقدیر اعتقاد ندارد، چخیلی که اهل سنت و الجماعت اعتقاد داریم اونها اعتقاد ندارد. چرا؟ در مسئله تقدیر البته ما جبریه داریم، قدریه داریم و وسطش اهل سنت و الجماعت داریم. جبریه ها کسانی هستند که همه چیز را از تقدیر میدانند و قدریه ها کسانی هستند که میگویند که هیچ عمل به تقدیر وابستگی ندارد، که انمین رافضه ها هستند. تقدیر را دروغ میشمارند، میگن که هیچ چیز به تقدیر رابطه، هیچ عملی به تقدیر رابطه ندارد. هر عملی که میکنیم ما از خود میکنیم که این هم غلط است و این هم کفر است و این هم قدریگی است. و ما اهل سنت و الجماعت میگیم الله رب العزت و الجلال هر یک عمل را نوشته است و در تقدیر وجود دارد، اما در بعض حالتها اختیار الله سبحانه و تعالی در بین من و شما داده است، و مانند اختیار کردن حق، اختیار کردن زندگی، اختیار کردن دیگر چیزها که در حلقه های آینده بیان خواهیم کرد. و این چنین در مسئله عدل اصل دومشون میگن و ان الله لا يقدر ان يهدي من يشاء. الله قادر نیست که کسی را که خواست هدایت بکند. البته این گفته ها در کتاب عقیدوی و سنتی و حدیثی و یکی از بهترین و اولترین کتاب اونها اصول کافی وجود دارد. اونها روایت ها را می آرند و میگویند که الله قادر نیست که کسی را خواست هدایت بکند. البته این کفر است و این طعنه زدن در حق الله رب العزت و الجلال است. و این چون میگن که الله قادر نیست که کسی را خواست گمراه بکند. حالا که ما میگیم یضل من یشاء یهدی من یشاء و یضل من یشاء، الله کسی را خواست هدایت می نماید و الله کسی را خواست گمراه خواهد کرد، و الله کسی را که گمراه کرد هدایت کننده نیست و الله کسی را که هدایت کرد گمراه کننده نیست. سبحان الله. و این چنین رافضه ها میگوید الله در بعض حالت ها میخواهد یک چیز را اما این چیز به وجود نمی آید. یک چیز را الله میخواهد اما پیدا نمی شود. یعنی خواست الله همیشه به وجود نمی آید. این سخنی کفر است و این طعنه بر الله است. انا این عقیده اونها در عدل است. عدل، سبحان الله، و یکون ما لا یشاء. رافضه ها اعتقاد دارد که الله در بعض حالت ها چیزهای نخواسته‌اش به وجود میاد. الله نمیخواهد اما میشود و این کفر است. و غیر این عقیده های باطل اونها بینهایت زیاد است که الله وقتی که انشاء الله دعا کنید به ما فرصت داد چند صد حلقه شود هم هر روز و هر هفته انشاء الله یک به یک کفریات اونها را به شما بیان خواهیم کرد. و این چنین رافضه ها میگن که الله خلق کننده همه چیزها نیست و الله به همه چیز قادر نیست و الله هر چیزی خواسته اش نمی شود و هر چیزی نخواسته اش به خواست الله نمی شود. یعنی هر چیزی که نخواست اون به وجود نمی آید. وقتی که الله یک چیز را که نخواست اون هم می شود گرچند که نخواست. سبحان الله. پس وقتی که اونها به کتابهایشون نوشتند به مردم بیان کردند گفتند اصول دین ما 4 چیز است: توحید، عدل، نبوت، امامت. و بعد از این گفتند که از همه مهمترین اصول دین از درون این 4 چیز 4 اصول این امامت است. سبحانه.
و تعالی عن ذلك البهتان. گفتند امامت اعتقاد کردن به معصوم بودن اونها، بیگناه بودن اونها و اعتقاد به اینکه اینها غیب را میدانند و اعتقاد به اینکه اینها در قبر زنده اند، به اینها و ما وسیله به الله بگیریم، این واجب و فرض است. کسی که این اعتقاد را ندارد کافر است. به خاطر اونها رافضه ها تکفیری ترین جماعت روی دنیا هستند. حتی از خوارج هم اینها بدترند که تمامی کسانی که به امامت ایمان ندارند کافر میشوند، در جمله میلیارد اهل سنت و جماعت را. اونها میگن که امامت این وسیله است، اما بار دیگر در دیگر جا نظر میکنید میگن که اشرفترین و اهمترین دین، این مقصد دین این امامت است. چگونه وسیله این مقصد دین میشود؟ سبحان الله اما یصفون. پس برادران عزیز، این اصول دین رافضه بود. البته ما تناقض رافضه در مسئله امامت و تناقض رافضه در دیگر مسائل را 100% ان شاء الله به شما بیان خواهیم کرد. اما حالا ان شاء الله شروع میکنیم به بیان اعتقاد ربوبیت اونها. یعنی رافضه در توحید الوهیت یا ربوبیت چه عقیده دارد؟ بیاید اول نظر میکنیم به الوهیت. اونها میگن توحید، البته توحید الوهیت دارد، توحید ربوبیت دارد، توحید عبادت. اینها را ظاهرا میگن که توحید عبادت در صحبت‌هاشون شما شاید ببینید وایمه و این چنین صحبت‌ها دارند، اما وقتی که به کتاب‌هایشون نظر میکنید بعد میفهمید که توحید در نزد اونها شرک است. توحید الوهیت در نزد شیعه رافضه، یا که اگر به دیگر عباره گویم عقیده شیعه در توحید الوهیت، اونها اولا عقیده دارند که امام ها واسطه بین اینها و الله است. یعنی در توحید الوهیت میگن که بین ما و بین الله واسطه این امام است، به امام هیچ رابطه ما با الله کرده نمیتوانیم. شیعه اعتقاد دارد، بخصوص شیعه امامیه، ما در نظرمان شیعه امامیه هست، برای اون که شیعه ها چند نمود است، لیکن امروزه پهن شده اش، امروزه بدبختترینه که به سر امت اسلام فتنه آورده است این شیعه امامیه، 12 امامیه. اعتقاد کرده است که یا اعتقاد میکند که این 12 امامش واسطه بین اینها و بین الله است، بین مردم و بین الله است. چله که امامشون و بزرگشون مجلسی در کتاب بحار الانوار مجله 23 صفحه 93 میگوید فإنهم حجب الرب والوسائط بینه و بین الخلق. این 12 امام یک حجاب رب هست، یعنی حجاب الله در این دنیا است، و همین 12 امام واسطه بین بندگان، بین خلق و بین الله است. یعنی هیچ کسی نمیتواند که به الله نزدیکی بکند بجز به واسطه این امامان. برای همین است که رافضه ها کی نبینید در گرد قبر ناله دارند، سجده دارند، طواف دارند و تمام شرکیات را انجام میدند. پس حتی انمین مجلسی لعنت الله علیه، البته لعنت کردن کسی که در کفر مرده است جایز است، در کتاب مذکور، کتابی که ما به شما ذکر کردیم بحار الانوار، یک بابی را گذاشته است به عنوان باب ان الناس لا يهتدون الا بهم. باب، ببینید بابی کتاب چه خیلی است، این یکی از معروف ترین کتاب اونها است. مردم هدایت نمیابند مگرم به اونها به واسطه امامان، و همین امامان
وسائل بین الخلق و بین الله، وسیله بین خلق و بین الله است. و انه لا يدخل الجنة الا من عرفهم، و البته کسی که امامان را نشناخته است به جنت داخل نخواهد شد. سبحان الله. به این سخنش تمام اهل سنت و جماعت، تمام مسلمان های روی دنیا را کافر کرده است. یعنی کسی که به امامت قائل نیست، کسی که امامت را نشناخته است، خیلی که رافضه شناخته است، به جنت داخل نمی شود. و این باب است و در زیر این باب هزارها صدها روایت دروغین را به امامان اهل سنت و جماعت که این اهل بیت هستند، از علی و حسن و حسین و فرزندان اونها، می آورد و ذکر می کند که امامان اینها کسانی هستند که واسطه بین مردم و بین الله هستند و اینها غیب را می دانند و اینها صفت الله را دارند و این چنین چیزهای باطل. و دوما در توحید الوهیت وقتی که نظر کردیم نقض اونها، کمبودی اونها را میبینیم که میگویند یستغیثون بقبور ائمتی. علما میگویند به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه از کتابهای اونها ذکر کردند و خودی بنده هم با چشم خودم کتابهای اونها را نظر میکنم و من هم دارم کتابهای اونها را. این است که استغاثه به قبر امام هایی که گذشتند، به قبر اونها استغاثه را جایز می، نه فقط جایز بلکه واجب میدانند. امام های شیعی یا که مردم و شیعی امامیه 12 امامه استغاثه میکنند به این امامانشان. استغاثه به چیزهایی میکنند که بجز الله رب العزت و الجلال از کسی دیگر استغاثه کردن ممکن نیست. میگن که امامان ما همون کسانی هستند که به ما شفا میدهند و امامان ما این شفای اکبرند و دوای اعظمند. یعنی هر کسی که میخواد که شفا یابد از همه شفای بزرگ امام ما هست، دوای بزرگ اعظمترینش این امامان ما است و باید از این امام ها شفا طلبیده شود. خیلی که مجلسی در کتاب بحار الانوار صفحه 94 مجله 29 ذکر میکرد. خیلی که این کتاب مطبوع در دار احیاء التراث العربی در بیروت این کتاب چاپ شده است، مطبوع است، یعنی طبعش بیروتی است. میگوید که اذا كان لك حاجه الى الله عز وجل فاكتب رقعه على بركه الله واطرحها على قبر من قبور ائمه ان شئت. سبحان الله. این خرافات، این بدبختی، این زلالت را ببینید که میگوید مجلسی امام شیعه ها اگر تو حاجت داشتی، نیازمندی به سوی الله رب العزت و الجلال داشتی، پس این نیازمندی حاجتت را به یک ورق نوشته کن و این ورق را تو میتوانی به قبر از قبرهای این امام ها، 12 امام که قبرشان در نزد اونها 11 نفرش معروف است، 12 همینش حالا در درون غار است، زنده است، گویا 1200 سال است یا که تقریبا 1200 سال است که در درون غار سرداب است. پس میگه به قبر این 11 امام به کدامش خواستی این نامه حاجتت نوشته را به اونجا پرتا، پس دان که 100% این حاجتش تو کشف خواهد شد، نابود خواهد شد. حتی میگه بعد از این به این ورقت یک کمی خاک از خاک کربلا والله اعلم یک خاک را همراه کن و این چنین خرافاتی که بعد از این میتوانی میگه حاجتت را از امامان طلب بکنی، به یک ورق می نویسی طلب میکنی. والله بالله تعالی خودی بنده شاهدم وقتی که در مدینه منوره در مسجد قدیم، یعنی امروز وقتی که به مسجد پیامبر می روید، مسجد نو هست که سالهای 92 95 6 اضافه کرده شده است، مسجد بزرگ کرده و مسجد قدیم، مسجدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا نماز خواندن، این مسجد مکانش معین است، به خصوص روضه یعنی از خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم تا منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک منطقه معینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن روضه من ریاض الجنه، ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه، از بین خانه من و بین منبر من باغ از باغ‌های جنت است که البته در اونجا نماز خواندن فضیلت دارد
و علما میگن که این زمین به جنت برداشته می شود و این چنین چیزها. حتی اونجا این فرشی که انداخته شده است، ما میگیم گلیمی که انداخته شده است، رنگش سرخ نیست و سبز است. دیگه همه مکان مسجد سرخ است، اینجا سبز است. سالهای 2009 10 این گلیم ها به زمین چسبانیده نشده بود، یعنی گرد و اطراف این گلیم به همون سنگ مسجد، به سنگی که به زیر گلیم زده بود کلی کردن شده نبود. یعنی انسان می توانست که گلیم را یک طرفش رو بردارد و زمین مسجد را نگاه کند. و رافضه ها اونجا می رفتند، هزارها نامه را زیر این گلیم می انداختند. تنظیف کنندگان مسجد همه این گلیم ها را می برداشتند، ورقهای اونها را جمع می کردند، می بردند، می سوزانیدند. یکی از شبها من در اونجا نشسته بودم، تقریبا ساعتهای 2-3 شب بود که اونها تنظیف می کردند. یکی از نظافت کننده مسجد نبوی به من آورد و این ورقهای شیعه ها نوشته را نشان داد که زیاده از صدها ورقهایی که در اونجا نوشته شده است: من از تو فرزند می خواهم، ای پیامبر من از تو چیزی دیگر می خواهم، ای پیامبر و امامان، در حالتی که در اونجا قبر امامی نیست، من از تو بایگری می خواهم، از تو می خواهم که به شوهر من کار بدی و این چنین چیزهای دیگر. و از تمام ورقام دیده می شد که اونها ابوبکر و عمر رضی الله عنهم را لعنت می کنند. اعوذ بالله من ذلك. شما گمان نکنید که این یک چیز عادی هست. شما گمان نکنید که این از مردم جاهل شیعه پیدا شده است. این در عقیده رافضه وجود دارد. این در کتاب بزرگترین اونها مجلسی بحار الانوار ذکر شده است. مجله 29 صفحه 94 رو نظر بکنید که اونها نامه می نویسند و اونها اعتقاد دارند که امامانشان در قبر زنده اند. نامه اونها را می خوانند، یک به یک می خوانند و بعد از این به الله این نامه را می رسانند. و اعوذ بالله من ذلك. و این یک افسانه و خرافات است. حتی بحار الانوار این کتاب رافضی میگوید که اگر کسی به قبر اماما رفته نتواند، میتواند که به یک نامه نویسد، به این نامه خاک اندازد و بعد از این نامه را به درون بحر یا به یک دریاچه سایچه پرتاید و امام خودش این نامه را مییابد و میخواند و قضای حاجتش را میبرارد. و این کفر است. ما میگیم از غیر الله طلبیدن حاجت کفر است. کفر است و کفر است. بارک الله فیکم. و این اعتقاد توحید الوهیت است. وقتی که به کتاب‌های اونها نظر میکنید، وقتی که به رافضه ها نظر میکنید یا که به این مسکین رافضه های تاجیک شده نظر میکنید، میگن اوه رافضه ها هم عقیده دارد، رافضه ها هم توحید دارد، رافضه هم توحید الوهیت دارد. انا این توحید الوهیت رافضه است. به نام ما همه چیز رو قبول نمیکنیم، ما عملا مینگریم. العبرة بالعمل لیس بالکلام. عبرت به عمل است نه به کلام. اونها وقتی که گفتن که ما هم توحید الوهیت داریم، این بس نیست، بلکه در زیر توحید الوهیت ببینید چقدر کفریات. سومین عقیده اونها نسبت توحید الوهیت، یعطونهم حق التشریع. اونها به امامهایشان این 12 امام حق تشریع میدهند. شیعه های امامیه، شیعه های 12 امامیه یا جعفریه که امروز مرکزی اونها ایران هست، اینها اعتقاد دارند که امام های این 12 امامشان حق حرام کردن یا که حق حلال کردن را دارند، یعنی حق تشریع دارند، یعنی حق شریعت ساختن دارند. خیلی که از همه بزرگترین کتاب اونها، صحیح ترین کتاب اونها بعد از قرآن، کتاب کلینی که ما در حلقه گذشته ذکر کردیم، اصول کافی. کلینی این نویسنده‌اش اصول کافی در مجله اول صفحه 441 میگوید و این چنین در کتاب دومین اونها مجلسی که حالا بیان کردیم بحار الانوار در مجله 25 صفحه 440 ذکر میکند، میگوید خلق ای الله محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها. عموما سخن در اینجا این معنی را دارد که الله رب العزة والجلال محمد و علی و فاطمه صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهما اینها را خلق کرد. محمد، علی و فاطمه را خلق کرد و این 3 نفر
1000 دهر، یک دهر 100 سال است، 1000 دهر یک جا ایستادند. عادتا رافضه ها به نهایت رقم های زیاد را دوست می‌دارند، میلیون دهر، میلیارد دهر، 1000 دهر، در حالتی که اینها اصلا از شمار بخبرند. خیلی که وقتی به یکی از امام های مشرک اونها که در این زمان همچنین رأس فتنه شیطان فرعون این امت هست، این قزوینی، شاگردش به این میگه که شیخ بزرگوار علامه، شما یک رقمی را از رقمی 1000 تا 1050 بگویید، یعنی یک رقمی بگویید که از 1000 تا 1050 بین این باشد، مثلا 1001، 1025، 1049. این بدبخت لعین میگه که 1100 گشته برگشته تکرار میکرد. باز عموما اینها از رقم بیخبرن، لیکن وقتی که به کتابهاشون نظر میکنید 1000 دهر، 1000 دهر، هر یک دهر 100 سالی. سبحان الله، حساب کتابش بینویت دور دراز است. و بعد از این که اینها 1000 دهر ایستادند، الله رب العزت و الجلال دیگر تمام چیزها را خلق کرد و بعد از این تمام چیزها را شهادت داد که این سه چیز را چکنید شهادت بدید به این هر سه، محمد و علی فاطمه، و تمام چیزها را امر کرد که به محمد، علی، فاطمه همیشه اطاعت کنند و تمام این چیزها را امر کرد که وقتی که این سه نفر به شما امر کردند امری اونها را به جا بیارید. و الله گویا اعوذ بالله من ذلک به الله هم تهمت میزنند، میگن که الله در اون وقت امر کرد که اینها چیزی را خواستند حلال میکنند و چیزی را خواستند حرام میکنند. اعوذ بالله من ذلک. و این نص کلامشان در همین دو کتاب کلینی، اصول کافی و بحور الانوار ذکر شده است. و چهارمین عقیده اونها نسبت توحید الوهیت. ببینید هر سه این چیزی که گفتیم شرک است، یعنی توحید الوهیت اصلا اونها ندارند، توحید اصلا ندارند، نومن دارند برای فریب مردم. چهارمین عقیده اونها نسبت توحید الوهیت این است که میگویند یا اعتقاد دارند که ذبح و نذر کردن در نزد قبرها این به نهایت عبادت خوب است. در نزد قبرهای امامشان علل خصوص ذبح و نذر کردن این توحید است. شما گمان نکنید که این غلط است یا جایز است. جایز نیست، این واجب است، برای اونها واجب است. یعنی برای شیعه امامیه واجب است که در نزد قبر امامهای 12 گانه‌اش ذبح کند و نذر بکند و این توحید است. یعنی این چیزها از خطاگی اونها پیدا نشده است. یعنی کسی که خواهد که در شیعه، در مذهب شیعه باشد و کسی که خواهد که در مذهب شیعه توحید الوهیت را بیاموزد و کسی که در مذهب شیعه موحد حقیقی باشد، باید بگوید، اولا بگوید که امام ها این واسطه بین ما هستند، یکم. دومین شرط توحید الوهیت همون وقت موحد می شود که باید بگوید که ما به قبر این امام ها استغاثه میکنیم، طلب کمک میکنیم، طلب فریاد و از اینها شفا میطلبیم. و سوم باید بگوید، اگر خواهد که یک شیعه موحد شد، باید بگوید که امام های ما حق تشریع دارند، امام های ما چیزی رو خواند حلال میکنند، چیزی رو خواند حرام میکنند. و اگر باز خواهد که موحد حقیقی توحید الوهیت را تحقیق بکند، توحید الوهیت را به جا بیاورد، باید اعتقاد داشته باشد که در نزد قبرها ذبح کردن و نذر کردن جایز است. انا این شرط توحید است. سبحان الله، شرط شرک را آورد و گذاشت به شرط توحید. ما چی میگوییم؟ ما عقیده اهل سنت و جماعت چگونه عقیده داریم؟ ما میگوییم که شرط الوهیت این است که یگانه الله را بپرستی و از یگانه الله چیز طلب بکنی و از یگانه الله استغاثه بکنی و حق تشریع را غیر از به الله ندی و یگانه صاحب شریعت الله است. تحریم و تحلیل در نزد الله است و به نزد یگان قبر ذبح کردن و نذر کردن جایز نیست، این حرام است. و کدام وقتی که این چیزها را ترک کردی همون وقت موحد میشی. رافضه آمد و گفت همون وقتی که این چیزها را عمل کردی بعد موحد میشی. ببینید ما میگیم که انجام دادن این چیزها شرک است و کفر است، اونها میگن که نه، انجام دادن این چیزها توحید است و توحید الوهیت است. تا این شرک را انجام ندی توحید الوهیت به جا نمیاد. برای همین در حلقه گذشته گفتیم اصل پیدایش شیعه، اصول دین شیعه این است که میگویند هر چیزی که اهل سنت و جماعت آمد خلاف اون عمل کن. وقتی که به توحید نظر میکنیم اهل سنت و جماعت به توحید آمد، شرک را نابود کرد. شیعه دید که اهل سنت و جماعت شرک را نابود کرد، گفت شرک این توحید است. سبحان الله. اما
ظالمان و بیعقلان و جاهلان و بیخردان بیخبرند و رافضه دارند می شوند. پس ببینید که این چنین امام ها، یعنی شیعه های امامی 12 امامیه قبر پرستند، قبرهای امام های 12 گانه خود را می پرستند و در نزد قبرها ذبح می کنند و به همین قبرها ذبح می کنند، به خاطر همین قبرها ذبح می کنند و به همین قبرها نذر می کنند و به همین قبرها قسم می خورند و از همین قبرها حاجتشان را و کمبودیشان را می طلبند و به همین قبرها استغاثه می کنند و از همین قبرها طلب کمک می کنند و به همین قبرها سجده می کنند، رکوع می کنند، نماز می خوانند. والله قسم به الله خودم به چشم خودم دیدم وقتی که از برادران اهل سنت و جماعت ایران زاهدان زیارت کردم و از این گرد اطراف رافضه ها کمی دور زدم، نظر کردم، به چشم خودم خواستم ببینم که این رافضه های لعین چگونه قبر پرستی دارند. والله حتی در قبر ابولؤلؤ مجوسی که در کاشان وجود دارد طواف میکنند. البته خودی من به چشمم نرفتم، نظر نکردم، اما اون برادری که از اونجا به ما نواری را رای کرد نظر کردم که اونها طواف میکنند و میگن که الله ما را با همراهی ابولؤلؤ محشور کن، ما را در روز قیامت همراه ابولؤلؤ بخیزون. ما میگیم امین، الله قبول کن، همراه ابولؤلؤ مجوسی بخیزید و همه مجوس یک جایه به دوزخ داخل شوید. سبحان الله. پس پول و اموالشان را به خاطر این قبرها میبخشند. پس وقتی که به ایران میروید میبینید که قبرهای امامشان به یک مقبره ها، مساجد ها، به یک قصرها تبدیل یافته است. چرا که رافضه ها پول مال را میبخشند تا که قبرها بزرگ باشد، زیبا باشد. چی برسد به این لعین هندی که خمینی اصلا به امام هیچ وابستگی ندارد، از 12 امام هزارها میلیون ها را دور است. این هندوس است، اما به این هم یک قبر بنا کرده اند که از قبر تمام امام ها بزرگ است. پس حتی در ایران یک در بانک رقمی خاصی را گذاشته اند، یعنی در بانک یک رقمی خاص است. هر کسی که میخواهد که به قبر امام ها صدقه بدهد تا که قبر زیبا کرده شد، میرد به بانک به همون رقم خاص صدقه میکند. سبحان الله. یعنی نظرها و تبرعات و خیرهایی که کسی میخواد نسبت امام قبر بکند به همونجا اندازد. لیکن این رافضه های ایرانی لعین این پولها را میگیرند، کمیش را به قبر و باقی مانده را برای قتل اهل سنت و جماعت استفاده میکنند. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران عزیز، شرط موحد شدن در نزد رافضه این 4 چیز بود که ذکر کردیم. یعنی اعتقاد کردن این که امامان این واسطه بین خلق است، اعتقاد کردن به این که باید نظر و ذبح به امامان کرده شود و اعتقاد کردن به این که باید استغاثه از امامان کرده شود و اعتقاد کردن به این که تمام پرسش ها از استغاثه ها از اماما کرده شود. و این چنین شرط پنجم برای موحد شدن دارند. یعنی کسی که میخواد در نزد رافضه موحد شود، شرط پنجمش این است که باید اعتقاد بکند که قبر حسین شفا و دوا از تمام کسلی ها و داء و ضرر است. یرون ان قبر الحسین دواء من کل داء. اعتقاد دارند که قبر حسین دوا هست از تمام و جمیع کسلی ها. و این اعتقادی شیعی 12 امامیه و غیر 12 امامیه که اسماعیلی در روز و این علویه و این لعینان که کفرشان از این جعفریه امامیه بدتر است. حسین کیست؟ حسین ابن علی رضی الله عنه می باشد. البته ما اعتقاد داریم که حسین بهترین شباب است. نبیرهان ثبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبیرهان پیامبر صلی الله علیه و سلم حسن و حسین هستند. بهترین انسان ها بودند، امامان اهل سنت و جماعت هستند. ما دوست داریم، رضی الله عنهما میگوییم و میگوییم که حسن و حسین بهترین جوانان جنت هستند. ریحانتا فی الجنه، حسن ریحانه الشباب اهل الجنه. اما در حق اینها غلو نمیکنیم. مثل رافضه اعتقاد نداریم که شرط توحید را بگویند که
طلب کردن از حسین این یا قبر حسین شفا است. اگر خواهید که به این سخن در اصلش به مصدرش نظر بکنید، به کتاب مجلسی، به کتاب بحار الانوار نظر بکنید. بحار الانوار نظر بکنید. نزدیکی 83 روایت می آورد تا که بگوید که یا تا بیان بکند که قبر حسین این دوای مطلق است. حتی خانه کعبه و دیگر تمام مقدسات شریعت قرآن هیچ چیزی نیست در نزد قبر حسین. از فضل خاک حسین، از فضل خاک قبر حسین و احکامی که متعلق به این خاک قبر حسین است و آداب سجده کردن به قبر و خاک گرفتن و دعا کردن قبر و این چنین سخنها در این کتاب شرکیات بحار الانوار و این چنین در کتاب کلینی ذکر شده است. و میگویند که از همین یکی از سخنهای رافضه که در کتاب بحار الانوار آمده است، میگوید که قال ابو عبدالله حنکوا اولادکم بتربة الحسین فانه امان. از ابو عبدالله روایت کرده اند که رافضه ها، امامشان ابو عبدالله گفته است که اولاد فرزندانتان را با خاک قبر حسین تحنیک بکنید، یعنی کمتر از خاک بگیرید به دهان فرزندانتون مالید، یعنی خاک خورانید، چرا که این امان است. ببینید در این جا هم این لاعنان، این بدبختان و ضالان و گمراهان مخالف اهل سنت و جماعت هستند. چرا که ما اعتقاد داریم اهل سنت و جماعت سنت پیامبر این است که وقتی که یک کودک هست به اون حنکوا اولادکم بتمر، یعنی پیامبر صلی الله علیه و میگن وقتی که کودک به شما به دنیا آمد در روز هفتمش یا که در همین کودکیش کمی خرما تمر را بگیرید و از همون شیرینیش به دهان کودک تحنیکه کنید، مالید، چرا که این فایده دارد. اما اینا آمدن خاک قبر حسین رو تبدیل دادن، خرما رو گرفتن به یک طرف گذاشتن، قبر حسین، خاک قبر حسین رو به جای خرما گذاشتن، خاک خوران. و این چنین این رافضه در کتابش میگه بحار الانوار که ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل أعوذ من ذلك اعوذ بالله من ذلك. این همشین سخنهای کفری است. یعنی بعد از اینکه خاک را میگیرد و به دهان کودک می اندازد یا بعد از اینکه میرد و سجده میکند، از سجده اش بالا میشود و دادگویان میگوید که ای مولای من، ای پسری رسول الله، ای حسین، من این خاک تو را گرفتم به اذن تو، من خاکت را گرفتم ای الله ها، به همین سبب خاک به من شفات از تمام دردها و به من عزت از تمام خاری ها، عز من کل ذل، و از تمام ضرر و خوف به من امانت و امن من کل خوف، و مرا از فقر و تمام فقیرها چکن بای و بدولت بگردان و غنی ساز و غنی من کل فقر و غنی من کل فقر. که این سخن در کتابی بحار الانوار مجلسی ذکر شده است که این البته شرط موحد شدن است. کسی که همین را اعتقاد را قبول نکند در نزد رافضه کافر است. بعضی برادرها اختلاف میکنند که ما عامه و مردم عادی شیعه ها را کافر گفته نمیتوانیم. برادران عزیز، شیعه همان وقت شیعه می شود که انمی چیزها را اعتقاد کند. وقتی که خود را شیعه گفت داند که این چیز را اعتقاد کرد. آدم های عادیش هم همین چیز را اعتقاد دارد. توحید در نزد اونها انمین است. شلی که به شما بیان کردیم. و این چنین خمینی لعین لعنت الله علیه در کتابش میگوید که به من شاگردان گمراهانش از خاک حسین برای شفا یافتنتان بخورید، تناول بکنید، چرا که خاک قبر حسین چنان فضیلت دارد که یگان خاک در روی دنیا برابر این نیست. حتی خاک قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم هم برابر خاک قبر حسین نیست. خیلی که این گفته اش در کتاب تحریر الوسیله در مجله دوم در صفحه 168 ذکر شده است و نص سخنش عین سخنش همین است: يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يجوز أكله لغيره ولا أكل ما زاد عن قدر الحمسة المتوسطة ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي والأئمة عليهم السلام. انتهى كلام الخميني لعنة الله عليه.
و این نص سخنی خمینی است، میگه که از تمام خاک قبر حسین استثناء کرده می شود. این خاک قبر حسین ابو عبدالله حسین علیه السلام میگه این شفا هست و طلب شفا کردن جایز است و از غیر قبر حسین از دیگر قبرها خاک خوردن جایز نیست و اگر خاک قبر حضرت حسین را خورید زیاد نخورید، کمی به قدر همین یک کف دستتون بخورید و به خاک قبر حضرت حسین دیگر یگان خاک برابر نیست، حتی خاک قبر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر امام ها. خیلی که ما بیان کردیم این سخن در کتاب تحریر الوسیله مجله دوم صفحه 168 ذکر شده است. بلکه شیعه ها غلو میکنند و میگویند که در حق حسین ابن علی رضی الله عنه غلو میکنند و میگویند که آبهایی که بر اون کمی از خاک قبر حضرت حسین انداخته شده است این بهترین آب است و افضل از ماء آب زمزم است و فروخته می شود و نام این اشرب به اسم الحسین گفتنی یک همین خیلی حتی شریکه ها دارند به نام حسین بنوش گویان العیاذ بالله تعالی من هذا الشرک در کوچه های ایران فروخته می شود. سبحان الله. پس ششمین شرط موحد شدن، ششمین شرط توحید الوهیت اونها این است که یرون ان زیارت قبور ائمتهم اعظم من الحج. اعتقاد دارند که زیارت کردن قبرهای امامهای 12 گانه شان بزرگتر و اعظم از حج است. به شما سوال است ای مسلمین، ای مؤمنین که حالا هم شرک رافضه را نشناختید؟ انا این شرک است. همان وقت شیعه می شود، همان وقت موحد در نزد شیعه می گردد که انسان اعتقاد بکند که زیارت کردن قبرهای این 12 امام از زیارت حج، از زیارت خانه الله دیده، از عمره و حج دیده افضل است، خوبتر است. یعنی رافضه اول باید حج بکند یا که زیارت خانه امام بکند؟ البته اول باید زیارت قبرهای امام بکند، علل خصوص حسین در کربلای عراق. شیخشان و امامشان کلینی لعنت الله علیه در کتاب فروع الکافی صفحه 59 میگوید که اصلی نص سخنش همین است، 100% سخنش همیشه نوشته شده است این زیارت قبر الحسین تعدل 20 حج. البته زیارت کردن قبر حسین برابر 20 حج است. اعوذ بالله من ذلك. زیارت کردن قبر حسین رو میگه که از زیارت کردن 20 مراتب حج زیادتر است، ثواب زیاد دارد. برای همین امروز میبینید که رافضه ها در گرد قبر حسین 2 میلیون و 3 میلیون و 10 میلیون طواف میکنند در روز کربلا، اما در وقت حج میبینید که یک 4 5 10 20 هزار می آیند و همیشه در همون حج هم به قتل و کشتار مشغولند، به اهل سنت و جماعت اذیت میرسانند، همیشه ضد اهل سنت و جماعت در همون حج هم عمل میکنند. خیلی خودی بنده شاهد بوده. و این چنین میگه که و افضل من 20 عمره و حج. 20 بار حج کنید، 20 بار عمره کنید، اما یک بار به قبر حضرت حسین روید، این افضل است. یک بار زیارت حضرت حسین، قبر زیارت حضرت حسین افضل و بهتر از 20 بار عمره و حج است. اعوذ بالله من ذلك. و این کفر است. سبحان الله. انامین غلو و انامین فحش در عقیده است و انامین غلو کردن در امام است. برای ما میگیم که این رافضه های شیعه های 12 امامه، اینها شیعه های غلو کرده اند، اینها غالی اند. ببینید چقدر غلو دارند و اینها در زیارت قبرهای امامشان و در نسبت امامشان این چنین غلوها دارند. الله المستعان. و این چنین از کتابهایشون ما بعضی دیگر از غلوهای شیعه ها را میبینیم که مثلا به کتاب بزرگترین اونها کافی نظر کنیم،
که صاحبش محمد ابن یعقوب الکلینی در دار التعارف در بیروت چاپ شده است. فهرست‌های همین کتاب نظر کنید. اگر خواهید که غلو شیعه را فهمید، مرحمت اینترنت دارید، نویسید اصول کافی لمحمد ابن یعقوب الکلینی، ببینید فهرست یعنی مندرجه کتاب، آخری کتاب مندرجه کتاب را نگاه کنید، باب امام نگاه کنید، ان الائمه علیه السلام ولات امر الله و خزنه علمه. باب یک موضوع دارد، یعنی باب میگوید که این باب البته امام ها علیهم السلام میگد اینها ولی امر الله هست و اینها خزینه علم الله است، یعنی نگهدارنده علم الله است. اعوذ بالله من ذلک. و به این گفتش روایت های حدیث ها گویا که چیزهای دیگر از امامشون و غیر امامشون از پیامبر صلی الله علیه و میارد. و این چنین باب دیگر دارد، میگه ان الامام نور الله عز وجل، امام های ما، ان الائمه میگه امام های ما این نور الله میباشد. اعوذ بالله من ذلک. این کفر است، شرک است. این بابی که در کتابشون من از مندرجه خونده شده. این چنین به من مندرجه نظر کنید، باب ببینید، میگه که باب ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا. باب یک فصل علمیه که میگه بعد از این روایت های برای این میارد، میگه که امام های ما اگر یک چیز خواستند که بدانند میدانند، خواهند غیب باشد و چیزی نباشد فرقی ندارد، چیز خواهند میفهمند. باب ان الائمه يعلمون متى يموتون و انهم لا يموتون الا باختیار منهم. اعوذ بالله من ذلك. این کفر است. میگن که امام های ما میدانند که کی میمیرند و کدام وقتی که خواستند به خواست خودشون میمیرند و نمیمیرند مگر به خواست خودشون. یعنی اینها اگر نخواهند نمیمیرند، اما همهشون به خواست خودشون مردند. الله در اینجا هیچ در اینجا خواسته یا نخواسته ندارد. اعوذ بالله من ذلك. ما میگیم که آیت قرآن است که الله میگه الله کدام وقتی که خواست شما را میمیراند و الله کدام وقتی که خواست شما را زنده میکند. این آیت قرآن است به همین معنا. البته منها خلقناکم و منها نخرجکم منها تارة اخرى. منها خلقناکم، از شما را از خاک آفریدیم و به سوی خاک میگردید و باز دیگر زنده میکنیم. و دیگر آیات های زیادی که دلالت به زنده کردن و مردن. و این چنین باب دیگر میورد، باب ان الائمه يعلمون علم ما كان و ما يكون و انه لا يخفى عليهم شيء. بابی که امام های ما میگوید میدانند تمام چیزهایی که میشود و نمیشود، چیزی که آینده میشود و تا روز قیامت و چیزی که شده گذشت همیشه میدانند و برای امام های ما یگان چیز پنهان نمیماند. اعوذ بالله من ذلك. و برای این سخنش ده ها و صدها حدیث میارد. ببینید کتاب کلینی فهرست نگاه کنید، مندرجه نگاه کنید. و این چنین یک باب است، باب ان الائمه يعلمون، باب ارض الاعمال عن النبي صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم. میگه که تمام عملهایی که در این دنیا بندگان میکنند به پیامبر و به امامان ما اول نشان داده میشد، عرض کرده میشود. اعوذ بالله من ذلك. یعنی الله را حساب کننده عمل ها نمیدانند. و میگن که باب ان العلم معدن، باب ان الائمه معدن العلم و شجره النبوه مختلف الملائکه. سبحان الله. میگن که باب بیان کننده این که امام ها این معدن علم است، چشمه علم است، اساس علم است و درخت نبوت است و مختلف ملائکه است، یعنی که یک قسم دوم ملائکه است. و این چون میگه باب ان الائمه ورثوا علم النبي و جميع الانبیاء والاوصیاء الذين من قبلهم. باب در این کتاب کلینی آمده است که میگوید امام های ما تمام علم پیامبر را و تمام علم پیامبرانی که گذشتند از آدم تا خاتم همه اش را جمع کردند، وصیتشون را و تمام چیزهایی که وجود دارد علمشون را. و این چون میگن باب ان الائمه عندهم جميع الكتب التي نزلت او نزلت من عند الله عز وجل وانهم يعرفونها على اختلاف السنتها. امام های ما در نزدشان تمام کتاب هایی که الله رب العزت و الجلال از اول تا آخر نازل کردن وجود دارد، فرقی ندارد که به کدام زبان باشد، با مختلف زبان ها. که این باب یک موضوع معین، یعنی باب یک موضوع. این من موضوعات را میخونم که در زیر هر یک موضوع حدیث ها و سخن های علماشون وجود دارد. و میگه که باب انه لم يجمع القرآن كله الا ائمه علیهم السلام. میگن که قرآن را غیر از امام های ما دیگر کس جمع نکرده است. میگه باب ان الائمه يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائكه والانبياء والرسول عليهم السلام. اعوذ بالله من ذلك. امام های ما میگه تمام علمی که
ملائکه ها میدانند و پیامبران میدانند و رسولان میدانند، همه اونها را میدانند. سبحان الله. و انمین عقیده باطلی رافضه هاست و غلو اونها است. بارک الله فیکم. و با همین البته برادران عزیز صحبت خود را به پایان میرسانیم و باقی مانده از غلو رافضه و باقی مانده از مسائلی که تعلق به عقیده الوهیت اونها بود به شما در حلقه های آینده بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.